107 نهاد حقوق بشری در نامه از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند سازوکار مستقل برای رسیدگی به نقض حقوق بشر در افغانستان ایجاد کند. هدف این سازوکار گردآوری شواهد مستندسازی و شناسایی عاملان تخطی است. در این نامه مشترک به ویژه بر محدودیت‌های شدید طالبان بر زنان و دختران تاکید شده است. این نهادها هشدار دادند که ناکامی جامعه بین‌المللی در پاسخگو کردن طالبان این گروه را جسورتر کرده است. آپارتاید جنسیتی را در افغانستان خاتمه دهید. 4 سال از بازگشت طالبان به قدرت می‌گذرد. افغانستان امروز تنها کشور در جهان است که در آن دختران اجازه آموزش متوسطه و عالی را ندارند. بیش از 1.5 میلیون دختر از مکتب و دانشگاه محروم مانده‌اند. تازگی 107 سازمان حقوق بشری در نامه مشترک از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستند یک سازوکار مستقل برای تحقیق درباره نقض حقوق بشر در افغانستان ایجاد کند. این نهادها میگویند سرکوب زنان و دختران توسط طالبان به سطح جنایت علیه بشریت رسیده و آنچه جریان دارد چیز کمتر از آپارتاید جنسیتی نیست. در این نامه همچنین آمده است که طالبان نه تنها زنان را هدف گرفتند بلکه فضای مدنی را بسته و فعالان را با مجازات و خشونت خاموش کردند. فعالان حقوق بشر تاکید می کنند نبود پاسخگویی بین المللی طالبان را جسورتر ساخته است. به همین دلیل پیشنهاد ایجاد مکانیزم مشابه آنچه برای سوریه و میانمار وجود دارد مطرح شده. سیستم برای گردآوری شواهد، شناسایی عاملان و فراهم کردن زمینه محکمه در دادگاه‌های ملی و بین المللی. این سازوکار مکمل کار نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان خواهد بود، اما نیاز به حمایت سیاسی و مالی کشورها را دارد. اکنون نگاه ها به اتحادیه اروپا دوخته شده که مسئولیت افغانستان را در شورای حقوق بشر بر عهده دارد. با باور این نهادها، اتحادیه اروپا با ارائه یک قطعنامه می تواند گام مهم در جهت عدالت بردارد. فرصتی که بسیاری هشدار می دهند نباید از دست برود. صدف درزاد، لندن. حسین انوش، مسئول اجرایی مجمع مدافعان حقوق بشر را در برنامه با خود داریم. آقای انوش، این نهادها کدام نهادها هستند؟ سلام خدمت شما و خدمت بینندگان شما. این نهادها اگر شما لیست ببینید 107 نهاد است که 22 یا 23 نهاد بین المللی هستند که بیشتر فعالیتشان در سوئیس یا کشورهای دیگه دنیا هستند و بیشتر از 85-86 نهاد افغانی هستند که در عرصه حقوق بشر کار میکنند، فعال هستند. تمام نهادهای مهم افغانی که در مورد بازخواست و همچنان مستندسازی و وضعیت حقوق بشر در افغانستان کار میکنند بخش از این نامه هستند. من فکر میکنم یک جمعی که تا هنوز در مورد افغانستان ایجاد نشده بود و یک اتفاق آمدن و یک خواست بسیار مهم مطرح کردن، این نهادها میتونن که و دادخواهی در این زمینه من فکر میکنم سال سوم هست که آغاز شده و امسال سال سوم هست که از شورای حقوق بشر و اتحادیه اروپا خواسته شده که این مکانیزم باید ایجاد شود. خب پاسخ آنها چی خواهد بود؟ به صورت ابتدایی اتحادیه اروپا بار تصمیم به این هست که در دوره 60 شورای حقوق بشر این مکانیزم پیشنهاد شود و ما امیدوار هستیم که این اتفاق بیفته و به خاطر که برای افغانستان واقعا به خاطر وضعیت افغانستان همچین چیزی ضرورت هست. ما نمیتونیم افغانستان که دائم به عنوان یک کشوری که کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی دریافت میکنه باقی بمانه، بلکه نیاز است که مشکلات افغانستان، مسائل افغانستان به صورت ریشه‌ای به او پرداخته شود و این منظور از این که به صورت ریشه‌ای به مسائل افغانستان پرداخته شود همین است که مسائل افغانستان از جمله مسائل حقوق بشر، نقض‌های حقوق بشر باید از جانب شورای حقوق بشر با این مکانیزم میتونه که تعقیب شود و این میتونه که افغانستان تمام مکانیزم‌های دیگه که در مورد افغانستان وجود داره اینا با هم به صورت این مکانیزم حالت
نقش مرکزی رو بازی بکنه و توحید شود تمامی فعالیت ها تا بتونه که به وضعیت افغانستان یک راه حل دائمی پیدا شود و افغانستان از نیاز به کمک های بشردوستانه بین‌المللی آهسته آهسته بره به طرف مستقل شدن، چون نیازهای اساسی که یک دولت باید ارائه بکنه فعلا متاسفانه دولت ما این کار نمیکنه، یا دولت که در کابل هست امروز مقامات که در کابل هستن اونا بیشتر مصروف حجاب و سر و ریش مردم هستن تا اینکه همو خدمات اساسی رو به شهروندان فراهم بکنه. خب این مکانیزم پیشنهادی شما چگونه است و چگونه میتونه که به مشکل کمک بکنه؟ مستندسازی میکنه، اجرایی است، تصمیم گیرنده است؟ این مکانیزم در کشورهایی که سوریه و میانمار قبلا کار کردن بیشتر یک تیم کلان از کارشناسای حقوقی، سیاسی، اقتصادی، نظامی رو داره که اینا بیشتر کار میکنن تا اینکه شواهد جمع آوری بکنن در مورد افراد مختلف، چی در کسایی که در جمهوریت بودن و چی کسایی که امروز هستن در اداره دفاعی طالبان. در مورد از اینا شواهد جمع آوری میکنند و اینا از مکانیزم های مختلفی که در مورد افغانستان وجود داره امروز به شمول محکمه بین‌المللی جزایی و محکمه بین‌المللی عدالت و همچنان صلاحیت قضایی جهانی یا Universal Jurisdiction از تمام از اینا استفاده میکنه و تمامی افرادی که دارایی دارن، اموال دارن، چی در داخل افغانستان چی بیرون افغانستان، اینا شناسایی میشه و تمامی افراد در صورتی که اینا سفر بکنن به یک کشور دیگه، به یک جای دیگه، اینا رو تعقیب میکنن و دستگیر میکنن و محاکمه میکنن. از نظر خود شما چرا مستندسازی جرایم بشری مهم است؟ به خاطر اینکه اگر که مستندسازی نشه فراموش میشه و ما به مستندسازی نیاز داریم به دلایل اینکه اینا دلایل یا اسناد در صورت که اسناد محکمه پسند نباشه هیچ کسی رو شما نمیتونید مورد بازخواست قرار بدید و این خاطر اینا فوق العاده اهمیت داره تا اینکه ما اسناد و شواهد و تمام چیزایی که به درد محکمه میخوره، به درد پروسه یک محاکمه عادلانه میخوره باید جمع آوری شود، اینا باید حفظ شوند تا اینکه افغانستان بتونه از این وضعیت معافیت دوامدار عبور بکنه و یک نظامی برسه که این نظام ثبات داشته باشه و این نظام به خاطر شهروندان باشه. بسیار تشکر از شما آقای حسین انوش، مسئول اجرایی مجمع مدافعان حقوق بشر. تشکر.